اما در دوشنبه بارونی است. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص گورجی گلا شکیلادزه در بازی چهارم دور دوم مرحله انتخابی جام جهان 2026 در گروه جی با تیم عربستان سعودی مساوی کرد. این واخوری در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شده با حساب 1-1 به انجام رسید. واخوری با برتری کامل فوتبالبازان تاجیک شروع گردیده دوام 12 دقیقه اول میدانداری منتخب ما میتوانست حتی از 2 گل هم بیشتر بزند، اما جای دقیقیت در ضربه ها نرسید و جای دیگر باشد دروازه‌بان منتخب عربستان سعودی محمد الاویس هنری والو نشان داده ضربه های مشکل را برگردانید. بعدا مهمانان آهسته آهسته یک کمی بیدار شدند و توپ را از نزد جریمه‌گاه خود دورتر بردند. در ادامه بازی بیشتر در مرکز میدان جریان می‌گرفت و تاجیکستان تلاش می‌کرد تا توسط کنارها هجوم بکند، اما شاگردان متخصص ایتالیایی روبرتو مانچینی گویا از تاکتیکای صاحبان میدان خبردار شده باشد و صد راه همه هجوم‌های منتخب تاجیکستان را می‌گرفتند. منتخب کشور ما می‌توانست بر وقت‌تر حساب را باز کند. پرویزجان عمربویف ضربه جریمه‌ای را بسیار هم خوب اجرا نمود، اما باز هم دروازه‌بان تیم ملی عربستان سعودی سیف اولی اجرا نموده توپ را برگردانید و صاحبان میدان در کوشش دوم و سوم نیز نتوانستند خط دروازه مهمانان را رخنه بسازند. با همین نیمه اول بازی بدون زدن گل به انجام رسید و دسته‌ها به تنفس رفتند. در دقیقه‌های اول قسمت دوم رقابت منتخب عربستان سعودی حساب را باز نمود. فیراس البورایکان با استفاده از قامت بلند خود پرتافت همدستش را از کنار ثمرناک استفاده نموده توپ را وارد توری دروازه رستم یتیموف گردانید. همین گونه حساب کشاده شد. پس از گل خوردن فوتبالبازان تاجیک بیشتر به حمله توجه نمودند و سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گلا شکیلادزه در خط حمله یک بار دو بازیگر را عوض نمود که در نهایت این تغییرات نتیجه دلخواه نیز به بار آورد. در نهایت تلاش‌های زیادی فوتبالبازان کشور ما بالاخره نتیجه داد. علیشیر جلیلوف توپ را به امدانی کمالوف ارسال نمود که این فوتبالباز در جریمه‌گاه رقیب رستم سویروف را پیدا نمود و در نهایت این حمله‌گر به زدن گل دست یافته حساب را برابر نمود. اگر علیشیر در میدان کار خود را کند بهترین، یعنی در خط محمدانی توپ را قبول میکند، یک نگاه میکند سه بازیگرانی عربستان سعودی پشتی هم ایستادند، اما یگان نفر پای نمیبرد که از بین آنها همین خیلی صورت افزایی کرده پیدا میرود. اما نه، یادآور میشیم که عربستان سعودی در 4 بازی دور دوم مرحله انتخابی جام جهان 2026 در گروه جی بار اول به دروازه‌اش گل سر داد و همزمان امتیاز از دست داد، زیرا تا این دم 3 غلبه پای هم به قید گرفته بود. پس از برابر گردیدن واخوری هر دو جانب باز بیشتر از 20 دقیقه دیگر وقت داشتند که گلزنی نمایند و حساب را تغییر بدهند، ولی واخوری با همین نتیجه به پایان رسید. عربستان سعودی پس از 3 غلبه و 1 مساوی الکی به دور سوم رقابت‌های انتخابی جام جهان راه پیدا نمود، اما تقدیر راحت دوم در دور آخری بازی‌های گروهی حل خواهد شد، زیرا در بازی دیگر این گروه تیم ملی اردن با حساب 7-0 پاکستان را شکست داد. بازی‌های دور پنجم و ششم گروهی روزهای 6 و 11 ایون برگزار می‌شود که تاجیکستان در سفر با اردن و در میدان خود با پاکستان بازی خواهد کرد. ما ارزنده غلبه بودیم، زیرا بازی خوب کردیم. وقتی که از امکانیت‌ها استفاده نمی‌برید، طرف مقابل گل می‌زند. تشکر زیاد به همه مخلصانی که اومدن ما رو دستگیری کردن. ما از مساوی ناراضی هستیم. ما می‌خواستیم که غلبه کنیم. در 2 بازی آینده ما غلبه می‌کنیم. بازی دشوار بود، به خصوص ما در عربستان سعودی بازی سنگین رو پشت سر کردیم. بچه‌ها برای برقرارشوی وقتی کمتر داشتند. این چیز در 2-3 حمله‌ای که داشتیم بر اعلی مشاهده می‌شد، زیرا هماهنگی بازیگران در سطح ضروری نبود. اما در قسمت‌های از بازی ما تشبث را در دست داشتیم. بعضی حمله‌های خوب هم کردیم. من به بچه‌ها تشکر می‌گویم که در این 2 بازی مشکل هر قدر قدرت و توانایی که داشتند آن را در میدان استفاده کردند. Sometimes we try to attack, but wasn't enough.